Pero Yanwara Buktish Basri Chigot Gorot Makkah Saudi sekarang تمام ملکه ها زن میراد منم گاه ها میگه داملا امروز تمام مردجا معلوم شده میگه فقط شوگنده کنی فقط لباف فقط خداقت انشاءالله فلان غیبت بوتان گفت ملکه هم نرفتن شرط بده مرده گفت تمام من گفت همه گشت دیگه ملکه فقط به مرده بی و زنده بی توی بی فقط غیبت میگه نیمی آدم فقط شوشه گنده داره نیمی آدم بچه گنده داره نیسمی آدم کیلش گنده میکنه میگه بیزوش میگه هم ملکه رفتن شیطنم هیچی تاگ نیست میگه یگان غذای معنوی هم نمیگیریم مبادا اگر امروز یگان بیاتن همه اعوذ بسم الله گو اگر تورت شیطن میکنه بعد یک جو رفتن نکنه که بیا امید هیچ کس نمیخواه که سخن حقا گوش کنه میگه همه آدم جو مردکا مخش دیگه پیش من امسال بگاه تعذیه میشید یک مولا پل کدی خرده آمده میگن که یک ساعته کتاب خونه امروز کی کتاب خونه نسوده همین مولا دیدم کویندش آمد تورت شیطن میکنه فوتبالش بهش میزنه سیلش بهش میزنه میگه غیبت نکنه که این زنها من چنان هست امروز گپی خوب نیست تربیه نیست امروز جامعه ویرون که پرتافتن اینا خواه خفشان خواه خرسنشان توش نمانه نگن لیکن من حق میگم انشاءالله حق مبارزه میبرم انشاءالله خدا خواهد تربیه که نگوه که حالی هم وقت های تو پیشتی دختر تا نگی پیشتی دختر را گرفته امروز کار رسوا که پارتا سدید کار رفته ساده دماد نرفته من اون روز شید دماد خدا خواهد انشاءالله برفته کار کرد دماد برا بچه شفنده دماد زده شتکش برالیه ای در دختر تا پرس چی تاوره کنی پرس چی کنده بای اول پرس اول حقیقت که دختر این دختر مش باید بچه نمیش یا من مکتب ببینه چی شده مکتب نمیشه بچه آینه که شکسته ساده معلم زده ساده شومده ساده با اینا گرفته معلم پول سکی با این رفته گفته سکی طور یکی شلپا نپوشه نه طور یکی معلم نشوه نه طور گلاسون نبنده نه شیدنگ شوه مشته ایسان منوریه بجا خستاش در پیش یه لگت مونش با گفت که منو بیفراس تا بکار معلوم نزده این همه خونه دون این استاد ایمان دا بهتره این ایمان دا بهتره تو این خیلی نکو باید که راست میشه بعدی شما که پیشه گرفته خدا خبر در مکتب تلفن بازی داره دخترک بازی داره امروز ناسه کشته ششته گوش نمیکنه چون که به شفک و معلم ناشیده چه ماشیده معلم و دیگه دست شبانه آتش میدام میزنش برای چه جامعه ویروم شید جامعه یعنی جهت ها ویروم شید ما ولست دوخت دادیم دختر و بچه همونه گفتگی شد تپک گفتگی به گپ گفتگی شد تپک ما باید شوش گوه که دختر تا گوه بدگی سکه نمیمونیش آخه یک توی برا نمیمونیش دین رجده نبرا لیکن تای دین رجده شرمندگیه تای او تو شرمندگی ویسته بکنه شرمنده شوام چی کشام شوام شب نشینکا این دل رجدنیال دخترت نازک چیزه این گلای پژمورده شید آره نشید کسی سفید چکردانه میتونی دخترت خودت غم شکر ما غمی دختر شما خورده استی ما گل نامو دریده رفته استی ای دیدن جامعه بد اخلاقیش از جامعه بد رفتاریش خیلی نکنه آخی بیان یک خوب تربیه کنیم کجا شدن اون مادرها کجا شدن اون بابا سبب چی همش سریال تلفن فقط کلا بند کدام روز در اینترنت دیدم دختر افکار کرسته تلفن در دستش تخم کشکته در موسی پافتسته شوش اومده بس سکر لغلقه داشته تشکه دورک و تلفن کچیده میگه بانشیده تلفن این بدبختیه ای کار رو میمونتی عموم از زنان تلفنتی همه رسوات مردکان تلفن دارن همین زنها هستن که خونه مردکا ویرون دارن
خفه نشه. یا با تلفن زن تا بین. چندین بچه افتست از دختران مانا تلفن دارن دوملا. سرچن نیست از نامش اگه می افتست صفیش سر نسرد. نک شو دارن و انصاف. ای خدا نمیترسه. شو دارش با بچه ها بازی کرده گشته وای عدد میشه وای کسلی میشه وای شوش اگر 1000 بیاشم هواره نشه وای ویروم شدن نگیرد ویروم امروز در گیجای اینه کنترل کرد اینه تربیه که خدا خد بجای خدا خد و کوچه با کوچه سر نداده این مسئله را که خمیره یادشته نونه یادشته معامله یادشته نسبت شوش تو مگه شوشه حالی بار نکنم اپم اگر 75 باشه یک بار اتم تو گفتنش نشنیدم وزی بمالا تو کی هستی مگه تو خودت انا زنک بعد وی مهر میشو بعد وی لبلو میشو بعد وی دخترک بچهش میگرم میبینه بعد شوت در تاری سرت برداد الان جنت شوته ایاد نبرو پخته گوشت گید کدام زنه کی و عطت هیچی نستنده اپت هیچی نیست حقوقی بلندترین بالای زنها چی است؟ شوهر شه اگر تو 1000 نماز خونی 1000 لینزه که کوچه نبرو شود ناراضی باشه جاد دوزخه پیغمبر بزرگه که ریزا فی ریزای زوج و غضب الله فی غضب زوج راضی خدا در راضی شوهر غضب خدا در غضب شوهر یاد نبرو خواهی جنت منم بیچاره مردکه دوزخ هم همین مردکه اگر خواهی جنتی شوی حرمت میکنی عزت میکنی انشاءالله خدا خد خواهی دوزخ روی به قدرش میکنی به اسمتش میکنی خدا خد او تی شیخ سعدی بیکار نگفتن زنی فرمان برداری پارسا کند مردی درویش را پادشاه اگر فرمان بردار باش خدا خد حتی میگه که کتابا در پیش بچه ها شوت دوغ نکن میگه شیار شاکی بچه ها کسب کننده تو که حرمتش نکردی بچه هم سر حرمتش نمیکنه میگه یعنی چی نبیدم اپام دوغش کسی ترس دسته او سکوان بولود میبرویه شما معامله کنه که در پیش بچه ها دخترها حتی میگه مادر میگه اگر تروی بچه شاورش گپای بزنه دختر یاد میگیره اون چیزا این کسب کننده یادش گپی حقارت نیاد گفتاده حقارت شو کرده فقط گپی حقارت زده کلتک خوده گشته ازی شوش هم در پیش بش بار میکنه 4 تا بچه داره شوش یک گپی عیب زده 4 بچه مرده گریسته اومد حضرت گفت 4 بچه دارم در پیش یکا دادرم یک گپی زد که خدا خواهد اینم مونم خوبه چیکار که من برادر خدا خواهد برزنده کته 4 تا بچه داری خیلی بیا گفته بادا هم بدبخته که یک گپ زده دیا این خیلی نکه خود جان گفتم دادر جان بیا که خدا خواهد با همه که ما چندین اولا برپا کرده گستیم ای بد اخلاقی همینا با مردها را به استمال سخت میرسیم که عیب چنده مقصد اولا برپا شد 4 بچت که تیشو همون گفت میزنی نا انصاف اینه مرد نمیزنه گفت او گفته نوشته 3 دره بیچاره خدا خواهد زاونده خدا خواهد کدام زنه که میگه شوهرش گوه کی من از تو چی دیدم تو من در چی کردین حدیث صحیح است تو من در چی کردین شوشیده گوه روز قیامت از زبانش در دوزخ کشالش میکنن من شب معراج دیدم که یک زنها از زباناشو کشاله گفتن یا جبرائیل این چی عمل داشت این گفت زبون درازی نسبت شوهرش میکن کدام زنه که معاش از کوچه پناه نمیکنه پیشی مردکا معاش پناه نمیکنه یک بیاد نگه ای معاشو کشال است گفتن اینا چی عمل دارن در بیرون رومال نمیبستن زیباگیشو برای زنها فقط ندادن چند نموز زنهایی که عذابی سخته حتی اینکه فرزند بیگانه را اگر مبادا شیر حقی خدا خواهد مردکه پگر روز خواهدن پیستاناش کشالش میکنن در خیامت زن خدا خواهد انشاءالله وزیره وزیر اطاعت خدا خواهد شوهر میکنه شوهر حرمت که انشاءالله خدا خواهد شوهرها در تاری سر برداشته گرد انشاءالله خدا خواهد مادرهای عزیز نمیدانم جوان یا شاشید میام و بیچاره کمپیرا برفتن می دنیا که امروز تربیه نیست حرمت انتظام ترتیب نمون باید خانه میگرایی عموما خدا خواهد کی اومد دست است کی رفت است کی چیشی دست است نه بیا نه برا نه معامله خدا خواهد اینشو خوب داره اینه کی میگه آخی مادر میگه 18 سال خدا خواهد چی تربیش کردی چیکارش کردی 18 سال در 18 روز تمام مردم با حاتمه امروز همه زنکا اومدگی چی هست همش تروریسته
اما رفتار شده بیدن کنی بیا میگمی معامله دورمی ندورمی سهر رفته با رکلام هم میکنه کلنش فلان پیسان فلان دماغ ما تربیه زور کردن نکنه تربیه زور کنه خدا خد دخترها را خسرو خوشون خدا خد خوروندن خوشون خدا خد تعلیم داده صاحب کسب و هنر کرده انشاءالله خدا خد دخترها تربیه خوب کنیم چون که این زنک زمین است خدا قرآن ده میگه نساء حرصون لکن ما زنک زمین کردیم برای شما زمین چی است؟ حاصلته است از اینا ما چی بگیریم؟ بچه های خوب دخترای خوب گرفتن نکن دخترای با ادب دخترای با تربیه گرفتن در کار اینه که اگر خدا خود تربیه کنن چه خیل باشه تربیه گیرنده همون خیل میشه آوازنده نشه انگر در رنگ میگیرن خودش شو ترمند نکنید دختر تم شو شرمنده نکنن آره نشد تو هم که بچه ترمند نکنید بچه رهتا شرمند نمیکنن شما چون وصیت بنا که باید بگه که پدر ایدر دورمند همه مخزه بجا همین است میگه مرد از کوچه اومد زن باید خیزد همچون میگه غلام دستکش در پیش مردک چون اسلام اومده ای کار برگشته کنی زنهای خدا ترس دورای پیامبر اسلام همچنان بدن زنهاشو اگر تا بگه نه تا بگه گویا که یک ساله ندیداشش چشماش هراسون میگه که مردک کجا شد واز اینا مردک رسید آخر سر خیلیت خلاص شده چهار طرف اگه قبله خواهم به کوچه میبرم خواهم به در میرم خواهیم خدا خواهد خونه فلانچی میرم چه روز نکرد خرسان بجای خفاش نکرد مردک جا میده پیخی باش نخیر زدن تا که نه من به تو چیکار نکنم به تو حیات نیست نمیگه خرسان با گفتی یک زنه هستی میاد گفته که هم کن شروع من نرفت که خلاص شد خرسان بشیده بجای خفا شدن اما زنامو نباشه خفا میشیم کتونه از بریم که زنامو دو روز نباشه اگر چکر دلگیر میشیم بساش دیده با خونه اتش میره باید زنک نگه خونه چراغش مرد خونه بیزه باید این زن ها با خرسان بشید یکی گپ زنکم برفته کن هرچی خدا خواهد چهار طرف قبله خواهم گیجا که برم این بینه این زمان ها برکشیده کازی از این مردک ها خدا خواهد انشاءالله حرکت دا که زنش گم نشود زنک ها حرکت دا که مردک گم شود خرسان میگرد داخل خود بازار میره خواهی دای وقتش میدره خواهی داگی میبروی نیکی بیمرد خونه و خونه نیست یک زنی بیچاره حال اینو قدی مرداش نمیدونه حالی زنده انشاءالله خدا خود بعدی وفات یک بار خوار شود من یک زن میدونم خدا خواهد بچهش خدا خواهد شوش عرقخور بود بسیار عرقخور که حد به حد میزدش وقتی وفات کرد یک روز پیش ما رفته گریه کرد جان داملا جان گفت همون عرق میخودم در تاریسش عرق مونده ریخته میدادم هم مردک باشه بده به جای مردک دیگره ولی قدرت نمیدونم بعد خدا خواهد بعد این مردم بعد اینا بعد میدونن بعد خدا خواهد شوکا میشن بعد خدا خواهد این شد جزا میتیه شو لیکن تو وقت نرسیم حتی میگه که در نمازکا زن شوهرش دعا کنه پروردگارا مسافر نباشه جنتی میشیده که خدا ایسان همون بیارش کشایشی کرشته در سرم سویبان هوایه خداوند از بلاها آفتا نگشت دار تیستر مردر جان بیافته میگه دعا کنه چندین نماز نفل میگیفته از اینو برعکس دعا میکنه نامدگیش خوبه با برد اگر زنک برام کنه نه پلا کن که والاده ولی پل در کاره ولی دخترشو دعا نکن ولی خدا خدی دادگی پلن خدا خد 6 تا کورپشی داده ولی با 16 تا دیگه کورپن خدا خد 5 سال دیگه تامجا میمری میده که خدا خد تاکیگو با دختر بیار تاکیگو بچه کنون بابا ای بولش بچه گرفته گپا رو میزد یعنیش ما شنیده سم یک روز در کوچه گذشته سم یک زن گپ زده سده با شوش همه دینامیکه من حیرون میشم که پس تکم گوه میشنوه خودی کار آوری ما در کوچه و موبنش 10 متره کلت پا را پلکنیز بتسته توبه کردم کلت پا را نگه پلکنی بچه و استرهای نغزی سلام ولی مردک و هنده اول پل بتسته پلکنی تو چی اندازه ما پل پرست شدیم زن ها این بیچاره مردکا را خدا خود آزار میتیم این مردکا را خار میکنیم انشاءالله خدا خود خاریش هم میکشی هر روز این پل مسئله حیات نیست خدا خود انشاءالله مرد و زن مسئله حیات ده خدا خود شوهر تا دست نده ولی بچه لطت میکنه ولی من بچه شوهراش مردگه دست امروز بچهاش پریزناواتش نداره کی هستی نگه بله اوی مردک بود که مثال اینا پتا افته اکتا میموندش و خیلی میموندگی تمام اکنجا فقط زن ها کیلن هم سک زون میبرو رو کی هستی نگه تناز میبینی میگه شود فلان بعد تا میکشینه که ایلاج نیست کنده میره عرض میکنی
کین در تمک و در تام شو ته خدا خواهد چی ناز میکنی چی زنزنگ میکنی چی خدا خواهد دادش میگو میبرداره او آدمی بیگونه او دختر تازی نمیبرداره ولی هوشیار شد دائم در دعا باش های عزیز سخن کنیم صحبت بسیار است خب انجام منتظرن مردم ها ان شاء الله خدا خواهد امید میکنیم که خدا خواهد زنهای ما بهترین میشه یک